دارم سوالی خدا، ای آشنا با فکر ما، ای قادر قدرت نما، قسمت چه کردی این سرنوشته ما خاکیان را، چون می نوشتی این سرنوشته ما خاکیان را. ای داور عرش آفرین، صورتگر فرش زمین، وی مالک ملک یقین، باید به بار اندیشه پویم هفت آسمانت را، یک یک ببینم همسا به توام سیارگانت را. باید سیاحت را کنم در زهره و در مشتری، شاید که خورشید افکند آنجا فروغ دیگری، تا مگر در آسمان در دل آن اختران زانچه می جوید بشر ذره‌ای پایم نشان، شاید آنجا زندگی دور از این غوغا بود، معنی صلح و صفا بلکه در آنجا بود، جویای راز خلقتم هانه خدای مهربان، با شهپر اندیشه ما بر قله عرشم رسان. ای آشنا با فکر ما، وی قادر قدرت نما، چون می نوشتی این سرنوشته ما خاکیان را، قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان را، چون می نوشتی این سرنوشته ما خاکیان را، قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان را. دوستان من نمیدونم من بعد ایشون رو معرفی کنم یا ایشون منو معرفی کنم. به هر حال
این شما و این معین نازنین. والا جلوی استاد من برای اولین بار اصلا همینطور قلبم داشت همینطور اصلا تاپ تاپ میکرد. عرض کنم که من در حدود 500 تا آهنگ نوشتم. آقای معین وقتی که شنیدن 500 تا من آهنگ ساختم، من گفتم چطور شد فقط یکی سهم ما در اومد از اینجا. حالا اونی که سهمشون در اومده خیلی هم خوب بوده، حالا واسهتون اجرا میکنم. همش قشنگه استاد. برای من نوشته گذشته ها گذشته تمام قصه ها هوس بود. برای او نوشتم برای تو هوس بود ولی برای من نفس بود. کاشکی خبر نداشتی دیوونه یه نگاهتم، یه مشت خاک ناچیز افتاده ای به زیر پاتم. کاشکی صدای قلبت نبود صدای قلبم، کاشکی نگفته بودم تا وقت جون دادن باهاتم، تا وقت جون دادن باهاتم. هرچه بود تموم شد، نوشتم عمر من حروم شد، نوشته رفتی زیادم، نوشتم شمع رو به بادم، نوشته در دلم هوس مرد، نوشتم دل توی قفس مرد. کاشکی نبسته بودم زندگیمو به چشمات، کاشکی نخورده بودم به سادگی فریدم. لعنت به من که آسون به یک نگاه شکستم، به این دل شکسته راه گریز و سار بستم. گذشته
تمام قصه هوس بود، برای اون نوشتم برای تو غم از بود، ولی برای من نفس بود. کاشکی خبر نداشتی دیوونه نگاتم، یه مشت خاک ناچیز افتاده ای به زیر پتم. کاشکی صدای قلبت نبود صدای من، کاشکی نگفته بودم تا وقت جون دادم بودم، تا وقت جون دادم بودم، تا وقت جون دادم